سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستانی که قرآن خوانده نمی توانید، به شما سوالی دارم. آیا به خود یگان بار سوال کردید که برای چی من قرآن خوانده نمی توانم؟ حالانکه قرآن کلام الله است، کلام پروردگار ماست. آیا به خود سوال کردید؟ در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بهترین شما کسی است که قرآن را تعلیم می گیرد و قرآن را تعلیم می دهد. پس آیا نمی خواهید از جمله بهترین ها باشید؟ عالم می گوید قرآن در ماه رمضان نازل شد. ماه رمضان از جمله بهترین ماه ها گشت. قرآن در شب قدر نازل شد. شب قدر از بهترین شب ها گشت. قرآن به واسطه جبرائیل علیه السلام نازل شد. جبرائیل علیه السلام از جمله بهترین فرشتگان گشتند. قرآن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله بهترین پیامبران گشتند. قرآن به امت پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. امت پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله بهترین امت گشتند. قرآن در مکه و مدینه نازل شد. این دو شهر بهترین شهرها گشتند. آیا می‌خواهی که از جمله بهترین ها باشی؟ این را آن عالم میگوید در آخر. آیا می‌خواهی که از جمله بهترین ها باشی؟ پس به قرآن چنگ بزن. دوستان عزیزم، برادران و خواهران ایمانیم، الان که در حیات هستید، الان که فرصت دارید، به خواندن قرآن شروع کنید. ما در این کار شما را کمک میکنیم. در کانال ما نوارهای تیار است. طرز آموختن الفبای عربی، درس‌های تجوید، درس‌های مخرج حرف‌ها. سراغ این درس‌ها را در زیر نوار میمانیم. مرحمت در آمده از آنجا استفاده برید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم فإنهم عبادك إن تعذبهم
إنك أنت العزيز الحكيم.